سلام به فال دیواینریای عزیز. امروز با فال پاسور همراه شما هستیم. فال رو فصل به فصل بهتون میگم که اتفاقات آینده رو با هم دیگه پیشگویی کنیم. برای ارتباط مستقیم و فال شخصی با آیدی اینستاگرام من که روی ویدیو نوشته شده میتونین پیام بدید. یک نفس عمیق بکشیم و نیت کنید روی مسئله‌ای که ذهنتون رو درگیر کرده. این ویدیو رو لایک کن تا انرژیت همسو بشه. آماده این؟ برای متولدین بهار، ثبات بعد از یک دوره سخت رو براتون میبینم. نگران نباشین، تلاشاتون بی نتیجه نمیمونه و پایه های زندگیتون کم کم محکم میشه. نشانه از رشد آرام ولی مطمئن رو توی مسیر زندگیتون میبینم. برای متولدین تابستون، خبرهای مالی افتاده. فرصتی برای پول، کار، پیشرفت اقتصادی واسهتون میبینم. این کارت نشون دهنده پیام مهم و معامله خوبه. به زودی قراره چیزی رو امضا کنی، مراقب باش. برای متولدین پاییز، صبر، آزمون و ایستادگی افتاده. ممکنه سر یه سری چالشا باشه ولی کسی برنده میشه که عقب نکشه. وقتشه که خودت رو به دنیا ثابت کنی. این کارت نشونه تلاش و رقابت دوباره است. نوبت رسید به متولدین زمستون. برای متولدین زمستون تغییر عشق و احساسات رو میبینم. اگر در رابطه هستین رابطتون به سمت بهتری میره و اگر در رابطه نیستین شروع یک رابطه جدید رو براتون میبینم. قرار نگاهتون به عشق تغییر بکنه. نشونه ای از احساسات عمیق و آشتی رو این کارت بیشتر نشون میده. اگر این پست رو دوست داشتی لایکش کن و برای تحقق فالت کلمه آمین رو کامنت بذار.